ساکنان دهه خوشکت نویه عینی به اداره پایگاه خبری بامداد عکس‌های امینوف اهرار و اودینایف قلندر خوانندگان صنف 11 مکتب میانه رقم 49 را فرستادند. اهرار و قلندر که همگی 18 سال داشتند صبح 21 مای در یک صدمه مرگاور به هلاکت رسیدند. قبلا گفته میشد که خوانندگان صنف 11 گویا ماشین پدر یکیشان را به مقصد سیر و گشت گرفتند ولی در راه دچار صدمه شدند. ولی بنا به آخرین معلومات دریافتی در اصل قربانوف افق ساکن 24 ساله دهه ررز نویه عینی و پیشخدمت طربخانه شام بخارا صبح 21 مای ماشین آشپز این طربخانه واقع در شورای دوشنبه خوجند را به اجازت گرفته در راه اهرار و قلندر را هم به ماشین تمغه اوپل استرا سوار کرده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که در موضع سرواده ماشین هنگام حرکت به سمت مرکز نویه به دریای فون سر و زیر شد. راننده به زودی خود را از ماشین به بیرون هوا می‌دهد و با جراحات وزنی جسمانی در بیمارستان بستری می‌شود ولی دو مسافر آن در جای حادثه به هلاکت می‌رسند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت جستجوی جسدهای آن دو نفر از دهه خوشکت تا حال نتیجه نداده است. ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت خبر داد که ماشین در کیلومتر 118 در پاولوی دهه پتر از بلندی 40 متر به فون دریا چپه شده است. اکبر شریفی سخنگوی ملیس ولایت سوخت خبر داد که به ضد قربانعلی افقوف با اتهام غیر قانونی راندن ماشین متعلق به نفر دیگر و راه دادن به صدمه‌ای که باعث مرگ دو نفر شده است پرونده گشودند. تنها در هفته گذشته در راههای تاجیکستان در 9 صدمه 12 نفر جان باختند. راههای تاجیکستان از لحاظ شماره صدمه ها پرخطر شمرده می شوند. بنا به امور رسمی سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای این کشور 395 نفر به هلاکت رسیدند.